ساکنان ناحیه به نام میر سعید علی حمدانی 27مین سالگرد استقلالیت دولتی کشور عزیزمان را با شکوه و تنطنه جشن گرفتند. در این روز مقدس و مبارک جشنواره ایدانه از اکثر جوانان ناحیه زیر عنوان ما جوانان پیروان پیشوای ملت شروع گردید. در این اکسیه جوانان اختیاریان اعضایان تشکیلات جمعیتی سازندگان وطن با شعار و ورقه‌های اطلاعاتی در کوچه و محله‌ها و مرکزهای سودا ساکنان ناحیه را بخشیده به جشن 27مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک نمودند. با اشتراک این جوانان راهپیمایی ایدانه به میدان باغ فرهنگی و فراغتی و استراحتی ناحیه حرکت کرد. باغ فرهنگی و فراغتی و استراحتی ناحیه مرکز جشنواره ایدانه در این روز انا همین طور از آدمان کسب و کار گوناگون پر گشته نمود ایدانه به بر نموده است. چاره‌بینی ایدانه با صدای دف و دایره انا همین طور آغاز گردید. در این مرکز این نورسان غالبان مسابقه‌های ورزشی ناحیوی، ولایتی و جمهوریوی، غالبان آزمون‌های فنی دور جمهوریوی جمع آمدند. در دوره صاحب استقلالی تاجیکستان خوشبختانه در ناحیه به نام میر سعید علی حمدانی با مهیا گشتن شرایط‌های مناسب توجه نورسان به فن‌های دقیق افزوده است. این نورسان کارهای عملی اجرا نموده خود را در این نمایش گذاشتند. در این قسمت باغ فرهنگی بهترین هنرمندان جماعت‌های دهات ناحیه محصول مهنت دستی خود را عبارت از هنرهای مردمی، چکن و گلدوزی‌های گوناگون، طعام‌های ملی در نمایش هنرهای مردمی پیشکش ساکنان ناحیه و مهمانان گردانیدند. ناحیه میر سعید علی حمدانی ناحیه اگراری بوده شغل اساسی مردم به این ساحه روانه گردیده است. در این سمت امسال ناحیه به دستاوردهای خوب استحصالی نائل گردیده است. در نمایش محصولات‌های کشاورزی محصول مهنت خواجگی‌های دهقانی ناحیه به نمایش گذاشته شدند. در 8 ماه سال روان استحصال حجم محصولات داخلی کشاورزی به 280 میلیون تومانی رسیده است. این نشان داد نظر به سال گذشته 18 میلیون زیاد می باشد. در جمع آمد ایدانه بخشیده به 27مین سالگرد جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان رئیس ناحیه میر سعید علی حمدانی ساکنان ناحیه را بخشیده به این روز فرحبخش تبریک نموده قید نمودند که 27 سال فاصله کوتاه تاریخ است، اما در این دوره کشور ما تحت راهبری پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان دستاوردهای بزرگ را صاحب شد. این شهادت آن است که خلق ما در اطراف پیشوای خود زیچ متحد بوده با همت بلند سازندگی و بنیادکاری خود همیشه به سوی پیشرفت و به خاطر آبادی و ترقیات سعی و کوشش میکند. در این جمع آمد از نام حکومت جمهوری تاجیکستان اعضای حکومت وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان ساکنان ناحیه را تبریک نمود. در وضعیت تنتنوی از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه برای خدمت‌های ارزنده و نشاندادهای بهترین در ساحه معارف، کشاورزی، اجتماعی، فرهنگی و ورزش بهترین‌ها با افتخارنامه و مکافات‌های پولی قدر کرده شدند. در خدمت فرهنگی چاره‌بینی کارمندان بخش فرهنگی ناحیه با ترانه‌های ایدانه، رقص و سرودهای جالب خاطر ساکنان ناحیه را شاد گردانیدند. گزارش خواجه نظری خدای نظر ظهوروف از ناحیه میر سعید علی حمدانی برای برنامه اطلاعاتی نوید.